سلام، صفحه 110 هستم. رادیوی سنی 35 تا 39 سال، واد هفتم. 3 تا صفحه 10 کیلویی هر طرف و هالتر 20 کیلویی. یه دونه صفحه بزرگ 5 کیلویی، یه صفحه 2.5 کیلویی و یه صفحه 1.5 کیلویی. صفحه هر موقع آماده بودیم تایمر رو بزن. بزنم 3 2 1 برو. صفحه کمر صفر قوی، سرسینه بالا، برو قوی، سینه‌تو فشار بده جلو. بمون عالی. 5.5 5.1.5 خب 5 بذار استراحت کن تا بهت بگم. هر طرف 2.5 کیلو 85 کیلو. استراحت کن فعلا. عین قبلی ها قشنگ تمرکز کن، سرسینه بالا، سینه رو قشنگ فشار بده جوری عضلات پشتت قفل باشه، وزنه رو بکش بالا، سریع بشین زیر وزنه و یه مکس کن. پاهاتو رو لحظه لیفت جمع‌تر نگه دار که وقتی میری زیر وزنه نخوای زیاد بازش کنی. استراحت کن فعلا، هنوز استراحت کن. هنونده یه 30 ثانیه صبر کن، بذار قشنگ عضله برگرده. نه خلاصش کن، بذار دستا قشنگ حالت استراحت بشه. 15 ثانیه دیگه. آماده؟ خب برو قوی. قشنگ سینه‌تو فشار بده جلو، سفت محکم، لیفت خوبا. بمون. اشکال نداره. یه استراحت کن. نه عالی، همه چی عالی، فقط یه وقت من سلام. بمون. قشنگ نتیجه شدی بعد بیا بالا. سلام. خب بمون. آها عالی. 2 تا 1.5 رو هم اضافه کن، یه تلاش آخر سر باش بید. یه 90 نه 1.5 رو اضافه کن. 1.5 رو اضافه کن. عالی. میخوام نتیجه رو بگیر. 1 دقیقه و 40 ثانیه داری. 1 دقیقه و 40 ثانیه داری. باش قشنگ استراحت کن. 20 ثانیه آخر بهت گفتم آماده دیگه، برو برگرد. فقط مکسه یاد نرا. بمون، هرچی هم شد فقط تو زیر وزنت بمون. حالا بیا بالا. هر موقع که قشنگ کامل ثابت شدی بعد فعلا استراحت. صفحه با فکر بزن، حتی داخل بکشید، یه ضربه محکم تمام. هنوز عجله نه. تمرکز کن، فقط تکنیکو تو ذهنت مرور کن. دست به هالتر زدی یه لحظه فقط برو بالا.
الان فقط تکنیک رو برات مرور کن که چجوری بکشم، چیکار کنم و لحظه‌ای که گفتم استارت کمربند صفر برو بکن. آماده شد. آماده دیگه برو. برو علی. سینه رو فشار به جلو قوی. بمون عالی. ماشاءالله. ماشاءالله. تمام. ان شاء الله زبان.